نظامیان امریکا یک نوار ویدیو را نشر نموده گفتند که در آن دست داشتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در 2 حمله اخیر به کشتی‌های نفترسان در خلیج عمان به چشم می‌خورد. این باز یک تصادف خشونتبار در منطقه است که در آن امریکا و متفقانش ایران را مسئول می‌شمارند. روز 13 ایون ستاد مرکزی نیروهای مسلح امریکا گفت در نوار دیده می‌شود اکیپاژ قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهازی را که ظاهراً به مینه مگنیتی نترکیده شباهت دارد از تن یکی از 2 کشتی نفترسان بیرون می‌کنند. در اظهارات از نقل کاپیتان بیل اوربان تاکید شده است که ساعت 4:10 بعد از ظهر به وقت محلی قایق‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشتی نفترسان کاکوکا کریجیس را از نظر گذرانده مینه نترکیده را با خود بردند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز 13 ایون اظهارات امریکا را قاطعانه رد کرد و گفت ایران در حوادث اخیر خلیج عمان هیچ نقش ندارد. روز پنجشنبه در سازمان ملل متحد اجرا کننده وظیفه سفیر امریکا جاناتان کوهن جلسه شورای امنیت سازمان ملل را برای به قول او مقاومت به تهدید واضح از سوی تهران به منطقه دعوت کرد. روز پنجشنبه هنگام ترکش در 2 کشتی نفترسان هیئت آنها به خطر و خطر از کشتی ها برآورده شدند.